هر آدمی یک زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به 1001 دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خوانششان ضروری تر است. و رستم میرلاشاری یکی از این آدم هاست. ساعت رو که نگاه کردم 4-10 دقیقه بعد از ظهر بود. از آنها که دگرگون شدن اوضاع در ایران او را به غرب کشوند. بعد که آزادم کردم خواهرم اومد دنبالم و با ماشین و بعد آوردم اینجا. پایش به وقت غروب خورشید به سرزمین دیگر رسید. موسیقی کمک کرد بتونم در واقع امنیت رو در خودم پیدا بکنم. اما با خود عهد کرد که خورشید زندگیش غروب نکند. چنین بود که در 40 سالگی به دانشگاه رفت. در کنار جوانان 18-19 ساله در کلاس ها نشست و با این خیال که مهندس شود. اما نشد، نخواست. لباسش و سازش او را به راه دیگر برد. شد ساز و نوای بلوچستان. زندگی او را با ما پی بگیرید. به سلام آقای لاشاری. درود بیکران، درود بیکران. حال شما چطوره؟ خوش آمدید. خوشحالم از دیدنتون. زنده باشید. 3 بار. 3 بار بیشک 3 بار تو ولایت ما 3 بار. مرسی بابت این لباس زیبا که من دادید. چقدر زیبا به تن شما این هنر در واقع. هنر بلوچه. بله، پهلوانان زن بلوچ بله. به جسم جان شما نشسته. خیلی خوشحالم. در همه جای کشورمون از همین چیزای زیبا وجود داره. بیشک. این خیابونم برای من جالب بود. بهشتی همچین اسمی داره. دقیقاً والهالا ویگن. ویگن یعنی در واقع خیابون والهالا است، خیابونی که در واقع به اسم بهشت وایکینگ ها معروفه. همون وایکینگ های خشن. همون وایکینگ های خشنی که در واقع بعد از اینکه حتی به بهشت میان اون وقت خودشونو آماده میکنن تازه برای جنگ با شیاطین. همچنان جنگ تا جنگ. همیشه جنگ تا جنگ، بله. ولی از اون جنگ ما رسیدیم به اینجا به دانشگاه موسیقی استکهلم. بله. و بسیار خوش آمدید. خیلی ممنونم. پس بریم. بله بفرمایید. جای جالبی، ترکیبی از مدرن و قدیمی و دقیقاً اینجا در واقع الان 5 ساله که در واقع این ساختمان جدید درست شد. برای چی ما اینجا قرار گذاشتیم؟ برای اینکه در واقع دانشگاه موسیقی استکهلم یک نقطه عطفیه توی زندگی من. اینجا در واقع پذیرفتم که دیگه نمیخوام من زیرا ساختمان بخونم که تو ایران میخوندم و بعد موسیقی رو انتخاب کردم. چند ساله بودین اومدین اینجا؟ دقیقاً 39 سال و 7 ماه هم بوده که آمدم. خیلی درس خوندن اینو و تغییر رشته رو دیر شروع کردین نه؟ آره من 2 سال قبلش در واقع توی یه کالجی درس میخوندم به نام کولتوراما که با تئوری موسیقی غربی آشنا شدم و بعد وقتی که این امکان به وجود اومد برای تدریس در واقع موسیقی ملل که به اصطلاح حالا علاقمندانش میتونستن در سوئد زندگی کرده باشن که ملل مختلف اینجا حضور دارن. بله این رشته وقتی که در واقع اعلام شد که میتونن آدما درخواست بکنن، بعد دیگه به هر حال بر اساس اون چیزی که من خونده بودم آمدم اینجا. کنکور دادم ولی دقیقاً امتحان دادم و بعدم ما 5 نفر بودیم که از بین فکر کنم 62 نفر اومدیم تو در واقع. من و 4 نفر دیگه ما اولین کسایی هستیم که موسیقی فولک از ملل دیگر رو در یه محیط به اصطلاح دانشگاهی حالا در همین رویال کالج آف میوزیک اینجا شروع کردیم به درس خوندن. یه فضای بازی و همه چیز شیشه شفافیت. دقیقاً به خاطر این طبقه چندم بریم؟ طبقه 5. معمولا آسانسور رو باید بزنیم خودش میره. هر سیستم.
you say that? Yeah, thank you. Yeah. سوسن روسنبری Hello, how are you? Nice to meet you. معلم در واقع موسیقی فولکلور سوئدی من بوده. Wow. و الان بعد از دکترام در واقع پروفسوره. در واقع این اولین زنیه که در واقع در فولک موزیک سوئد What در a واقع beautiful professor. Yes. Very nice to see you. and my teacher in Sweden. And a very good pupil. Thank you very much. A Thank good you. student. Thank you very much. Thank Thank you. you. Tusen tack för att du tog emot oss. Ja, men det var självklart. Och det var fantastiskt att vara här igen. Ja, vad Tack. härligt att ha dig här. Tack så jättemycket. Fint. Tackar. Very nice Ha det to så see bra. you. Nice to meet Tackar. you. Yes. Tackar. Bye. Bye. عجب پروفسور خوبی داشتیم آره، و این آره. رابطه استاد و پروفسوری چقدر خوبه. بسیار عالی است. من اتفاقا با خودش بارها برنامه اجرا کردم. البته اون موقع که هنوز پروفسور نبودش. خب شما گفتید که اومدید اینجا و جز اون 5 نفر بودید همراه یک کنگویی، یک شیلیایی، خب ترک و یه سنگالی. سنگالی. بعد به طور ویژه اون وقت من 2 تا رپرتوار داشتم. یکی رپرتوار بلوچی من بودش که دانشگاه در واقع استاد عبدالرحمن سوریزئی رو استخدام کرد به عنوان معلم من اینجا بودن که یعنی- نروژ زندگی میکرد. یعنی در واقع دانشگاه هزینه‌های رفت و آمد یا اون یا منو پرداخت میکرد برای یه دانشجوی برای یه استاد دانشجو. استخدام آره کرد. دقیقاً و بعد اون میومد اینجا و بعدم همین منو درس میدادش. من در واقع 9 تا بن رو فواصل متعلق به یک دستگاه رو یاد گرفتم پیشش. بعداً برای هر بنی یا برای هر دستگاهی چند تا صوت یاد گرفتم، چند تا ترانه یاد گرفتم و بعد وقتی که اینو عمیق‌ترش کردیم برای هر دستگاهی یا هر بنی به جز ترانه ها شروع کردم به بدایع خوانی کردن. تی صورت زیبا خل تی صورت زیبا ندارو تی صورت زیبا یا گرفتارم منی جانی مشکت رو میرفتی مبتانگارم مشکت رو میرفتی مبتانگارم دوره‌ای که من اینجا درس خوندم 3 سال بودش. که همزمان بود با کار عملی. همزمان بود با کار عملی. من به خاطر همون حسن این که در واقع سنم از خیلی بالاتر بود اینجا به عنوان کنسرت پرودوسر استخدام شدم، تهیه کننده در همین دانشگاه. و بعد کار من این بودش که در واقع چه تولیدات دانشگاه رو ببرم تو جامعه. یعنی دانشگاه یک محیط منزوی نشه، یک ارتباط باید وجود داشته باشه بین یک محیط اکادمیک و جامعه. لاده لاده لادی لاده لاده لادی 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 جانی لادی 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 و منی جانی گل لادی گل بیا او مرید بیا او مرید بیا او مرید دیوانگن بیا او مرید بیا او مرید بیا او مرید دیوانگن بیا بیا که دیوانگی کنون مولانا گو مستانگن بیا بیا که دیوانگی کنون مولانا گو مستانگن هشت وطن پما کها لوچی ملن گاگو شده هشت وطن پما کها لوچی ملن گاگو شده می ما کهو ماتی وطن نیلو وطن شاهانگن می ما کهو
وطن نیلو وطن شاهانگن بیا او مرید بیا او مرید بیا او مرید دیوانگن. واقعا لذت بردم، یه آرامش خاصی توش بود و حالا فهمیدم که چرا شما گفتید اینجا زندگی رو از اینجا شروع کردید. چرا واقعا از اولش چیزی میدونستید دربارش به اینجا کشیده شدید یا چطوری بود؟ ببینید چون من اینجا زندگی میکردم به هر حال برام مهم بود که یک فضای وجود داشته باشه، یک اتاقی، یک جایی که بشه در واقع احساس بکنم که خودم رو میتونم اظهار بکنم، ضمن این که اون اتاق یا اون فضا یا اون محفظه هر چی اسمشو بگذاریم به لحاظ هنری به من الهام بده، سرچشمه الهامم باشه. بعد یه روزی از این مسیر که رد می شدم کلیسا کنسرت درش بود، آمدم تو و بعد خب یه کنسرت خیلی خوبی رو اینجا گوش کردم و بعد همون موقع احساس کردم که دلم میخواد که منم اینجا یه کاری رو انجام بدم. این میسر نشد تا اینکه من دانشگاه موسیقی استکهلم قبول شدم. بعداً دانشگاه در واقع من استخدام کرد به عنوان تهیه کننده. بله. و من بعد از اینکه اونم موافقت کردن من اومدم با مسئولین کلیسا صحبت کردم. خب اینجا کلی کنسرت در سال برگزار میشه و بعد بهشون گفتم که منم میخوام کنسرت گذاری کنم اینجا. و بعد اولین کنسرت هاتون رو اینجا برگزار؟ اولین کنسرت هایی که با بچهای دانشگاه رو من در واقع می آوردم اینجا، هر هفته می آوردمشون اینجا کنسرت برای اهالی این منطقه میدادن و به جز اون و بعدش دیگه شد آرتیست های جدی تر، یعنی آرتیست هایی که به هر حال از دانشگاه بیرون رفته بودن. الان 19 ساله، امسال 19 ساله که من در واقع با کلیسای شیستا برای برنامه‌های به اصطلاح متعلق به جشنواره شیستا باشون همکاری می‌کنم. چون امیدواریم میگم همین بوده که چطور ما به عنوان جامعه مهاجر و مهمان میتونیم حتی به لحاظ فرهنگی هم سرچشمه الهام باشیم. فقط تکنیک و فنی نیست. فقط تکنیک فنی نیست. اندیشه هم داریم و در این اندیشه موسیقی، رقص و هنرهای دیگه که میتونه کمک بکنه به رشد فرهنگی و رونق فرهنگی در واقع جامعه سوئد. این آرزوی من بوده. شاد سیره شما به مله وشمله بام شاد سیره شما به مله شما به مله مشان که بیان به مله من نداره بیان به مله مشان که بیان به مله من نداره بیان بابوله سیره شما به مله بابوله سیره شما به مله شبا خب خانم امیری شاید پرسشتون این باشه که من چرا شما رو آوردم اینجا. دقیقا. چرا؟ همین اندیشه خودم همین بودش، اینه که اینجا خونه در واقع خواهر من بودش. سال 1991 این سال که شما آمدید به اینجا؟ سالی که من آمدم اینجا. چند سالتون بود؟ اون موقع 29 سالم بودش. بله. من آمدم اینجا و بعد از یه هفته که به اصطلاح جواب نگرفته بودم، نگرم داشته بودن توی فرودگاه اینا، بعد که آزادم کردن خواهرم اومد دنبالم و با ماشین و بعد آوردم اینجا. و بعد من برای اولین بار در واقع توی این خونه وارد یک خونه سوئدی شدم. خب آقای میلاد شاری گفتین در 29 سالگی رسیدید به اینجا. قبلش کجا بودید؟ چی شد به اینجا رسیدید؟
ببینید من قبلش 3 سال اندی در پاکستان آواره بودم تا بالاخره امکان این که اونجا ادامه زندگی بدم نبود و بعد به هر حال مجبور شدم بیام. قبل ترش ایران بودید؟ قبل ترش ایران بودم. من زادم به دنیا آمدم و بعد بلوچ هستم از منطقه لاشار و به واسطه شغل پدرم که قاضی دادگستری بود و اولین قاضی در واقع بلوچ در ایران هستش، ما هی تو شهرهای مختلف ایران در واقع زندگی کردیم و بزرگ شدم. دانشگاه کرمان مهندسی را ساختمان درس خوندم ولی قیچی شد به واسطه انقلاب فرهنگی و دانشگاه زاهدان ادامه دادم که اونجا در واقع قطع شد به واسطه انقلاب فرهنگی. بعدش هم که همین دستگیر و زندان و اینا، ولی بعد که اومدم بیرون دیگه چند سالی سابقه کوچولی دستگیری باید داشته باشن، نمیشه نداشته باشن. همین آره همین. و بعد دیگه همین من ایران رو یک آبان ماهی در واقع ترک کردم به واسطه مشکلاتی که در واقع فعالیت سیاسی اون دوره من در واقع برای من به وجود آورده بودش. و بعد پشت سرتون در واقع خانواده اینا موندن یا اینکه اونا هم بودن اینجا؟ من اون موقع مجرد بودم و خودم اومدم. از خانواده من خب خواهرم و برادرم قبلا آواره شده بودن و من نفر سوم در واقع اون خانواده بودم که اومدم. بقیه تو ایران بودن. 2 خواهرم با پدر مادرم ایران زندگی. که بعد اونا به شما پیوستن لابد منطقه؟ نه 2 خواهرم نه. بعد پدرم هم که خب فوت کردش ولی مادرم بعدش آمد و همینجا هنوز پیش منه. همیشه زنده میشه. سپاسگزارم. بله. خب بعد در واقع غیر قانونی خودتون رسوندین به پاکستان. چطوری اومدید به پاکستان غیر قانونی؟ من وقتی که به اصطلاح اومدم لب مرز، از من جنس کردم اومدم لب مرز. خودتون اومدید یا با کسی؟ نه با کسای دیگه آمدم که کمک داشتم در واقع و یه نفرم همراه من بودش، بلوچی که آشنا بود به منطقه. اومدیم پیشین و بعد اونجا 2 موتورسوار ما رو از مرز رد کردن. موتورسواری که منو رد می‌کرد یه جوون ملایی بودش که بجز بله بجز ملایی به هر حال کار جابجایی انسان هم میکرد. آره به هر حال من ازش سپاسگزارم که منو سالم رسوند اون طرف مرز. و بعد یه خاطره بسیار سورئالیستی در واقع توی ذهن من موند توی اون در واقع آمدن به این طرف مرز، این که ملا باید نمازش رو میخوند و دقیقاً یه 100 متر اون طرف این جاده مرزی وایساد به من گفتش که من باید نماز بخونم. منم گفتم خب حتما این کار انجام بده. چه ترکیب جالبی. آره اون که داشت نماز میخوندش اینا و من صورتمو که برگردوندم دیدم این ماشین در واقع کنترل مرزی ایران مال سپاه اون داشت رد میشد. یعنی اون طرف مرز؟ اون طرف مرز رو جاده مرزی. و بعد ولی عبور کرد رفت و من خب وایسادم اونجا یه لحظه و بعدش ساعت رو که نگاه کردم 4-10 دقیقه بعد ظهر بود و چون دیگه هوا رو به سرد شدن میرفت اینا به غروب میشد، تاریک میشد. تاریکی این طرف توی مرز پاکستان بود، به طرف پاکستان که میرفتی و خورشید هنوز توی ایران بود و تو بلوچستان ایران در واقع اون اونجا بود، داشت میومد پایین و بعد رو به این وره که نگاه کردم تاریکی بودش. هنوز خورشیدی بالا نیامده. هنوز خورشیدی بالا نیامده بود و تاریکی بود و احساس کردم که اوکی پس یه اتفاق جدی داره در زندگی من میفته و من دارم آواره میشم. و تلاش‌های ما برای یک جامعه بهتر در ایران به ثمر نرسید. ولی همون لحظه اون خوشبینی اون دوره‌ها به من این احساس رو داد که اوکی به هر حال درسته که این نسل شما سوخت و باخت ولی مردم این منطقه از تجربه شما استفاده خواهند کرد و برای تغییر در واقع دست به هر کاری نخواهند زد، با اندیشه در واقع به استقبال تغییر میرن و به این بابت در واقع من خب احساس باز حس مثبتی رو در واقع بهم دست داد. به هر حال این حکایت سفر منه در واقع. من اینجوری از اون ولی خورشید تو زندگیتون طلوع کرد دیگه اون بعد که آمدید این طرف در واقع خورشید زندگیتون چی بود این طرف که اومدید نگاهتون داشت؟ زندگی من در این سوی به اصطلاح مرزا و بعد به طور ویژه در سوئد
همین حضور خواهرم بود اینجا و دوستانم که بهم کمک کردن، تشویقم کردن، بهم امکان دادن که بعداً خودم رو دوباره پیدا بکنم تو این جامعه. و بعد اینکه موسیقی که یک حکایت جدی تو زندگی من بود که از قبلم می‌زدی که از قبلم بره من توی بم علل خصوص کار موسیقی میکردم، حالا به طور آماتور، ولی اون یه حکایت جدی بود تو زندگی من موسیقی رو اینجا دنبال کردم و موسیقی کمک کرد که من دوباره بتونم در واقع امنیت رو احساس امنیت برای خودم در واقع قبل از هر چیزی پیدا بکنم، در خودم پیدا بکنم و از طریق موسیقی و شاید اون امنیتی که در درون خودم به وجود آوردم تونستم در جامعه سوئد به هر حال دوباره تلاش بکنم برای ایجادگری و سازندگی. مهندس ساختمان نشدم ولی خوشحالم که موزیسین شدم. این موسیقیتون در ایران هم شنونده داره نه؟ بله شنونده داره. یعنی به واسطه همین امکاناتی که به هر حال فضای مجازی به هر حال این صدا رو برده. یه چیزی داشتید توی اینستاگرامتون دیدم نزدیک 4 میلیون نفر دیده بودن این توی یوتیوب در واقع. یوتیوب بله. یوتیوب بله. یکی از کارهایی که من دارم به ترانه فولکلور و عاشقانه بلوچی رو به نام لیلا و لیلا. چطوری بود بگین یه ذره‌شو؟ لیلا او لیلا بیاتر بران سیلا مجازیه لیلا لیلا او لیلا بیاتر بران سیلا مجازیه لیلا مجازیه لیلا تو شو تو دیر کو زیرا منا کور کو زیرا منا کور کو مجازیه لیلا مجازیه لیلا مجازیه لیلا. یعنی لیلا اجازه داره که در واقع برای عشقش تلاش بکنه و بهترین کار همینه. به عشق باید اجازه رشد داد. مجازیه لیلا مجازیه لیلا لیلا و لیلا بیاتر بران سیلا مجازیه لیلا لیلا و لیلا بیاتر بران سیلا مجازیه لیلا مجازیه لیلا مجازیه لیلا کورکو مجازیه لیلا مجازیه لیلا تو شو تو دیر کو زیرا منا کورکو زیرا منا کورکو لیلا و لیلا لیلا و شکو لیلا لیلا و آله لیلا لیلا و وش لیلا لیلا و لیلا بیاتر بران سیلا مجازیه لیلا لیلا و مجازیه لیلا مجازیه لیلا مجازیه لیلا